دلار بکنم، شما باید مستحضر باشین دلار قیمت واقعیش تو ایران 4 تومن و 8 ریال. بله بله. حالا برای این دلیل دارم 4 تومن و 8 ریال. بله بله. چرا؟ چون سازندگی قبل از انقلاب بود 6 تومن و 8 ریال. سازندگی ما کم نشده که. بله. شما ببینید عدد جالبی بود آقای دکتر نامی. اصلا حالا یه کاری میکنیم آقای دکتر، ما هفته آینده در واقع موضوع برنامه‌مون چیز دیگه ایه، ولی امیدواریم اولین برنامه سال 92 مون که میشه 18 فروردین خدمت شما باشیم راجع به این محاسبه دلار و حوزه فناوری اطلاعات صحبت کنیم. بله بله. آقای دکتر شما سوال نظرسنجی برنامه ما رو دیدین؟ بله بله. شما چی جواب میدین؟ میخرین یا نمیخرین پست واژه؟ نمیخریم، تود نمیشه. یعنی ببین من یه مثالی بزنم با شما مثلا فکر میکنی که ذخیره طلای اروپا چقدره؟ 570 میلیون تن، درسته؟ یه بررسی سرانگشتی شده 370 تن، اون 570 تنه مال ما 370 تن فقط در خونه ها هستش. بله. شما کمتر افرادی رو الان تو جامعه پیدا میکنی که مثلا 200 هزار تن پول تو جیبشون نباشه. نسبی عرض میکنم. یعنی حجم این در بازار اگر این بیاد به بانک‌ها، اگر این بیاد به شبکه اقتصاد کمک میکنه. ولی میشه پسته نخورد. البته ما عموما اینطوری که یه چیزی که یه مقدار بیشتر حسابی بیشتر میریم سراغش. ولی من جز اونایی هستم که پسته نمیخورم. خیلی ممنون آقای دکتر، از شما متشکریم. لطفاً پیامکش هم بفرستید که ثبت بشه توی پیامک‌های ما. خیلی ممنون. خدا نگهدار. متشکرم از شما. خداحافظ.